علی یا خدا خوبی؟ علی یه جوک میگی؟ علی رو چرا قاطی اینجا کردی یا اول؟ یه جوک میگی؟ نه خانم محترم اون روسریتون حیفه باش دماغ بگیرید. جوکش بوداره دماغشو گرفته. آی ناهید چی بگم آخه؟ تو یه جوک با مزه هیچی نگو علی موجی هیچی نگو علی گرفتاری برو دنبال کارت میدونم سرت به شلوغه. خدا دارم میلرزم بگو خودزنی میکنه سیاه‌پوستا به جوراب مشکی چی میگن؟ کیا سیاه‌پوستا به جوراب مشکی چی جوراب میگن؟ رنگ پا میگن جوراب رنگ پا. آفرین سوپر. تشکر. خیلی هم بامزه. من چرا فکر می‌کنم علی اوجی یه دست بامزه بزنیم است؟ برای علی اوجی بالاخره زحمت مرسی علی جان میدونین کجا بود؟ بدبخت مجلس ختم بود ختم بعد تازه شب برام تعریف کرد که روبرو صاحب اذا نشسته بوده تو صورت صاحب اذا شکو گفته به من چون که هم خیلی بی‌مزه بود